فصل 5. من آزاد هستم. وقتی توی یه زمینه خاص مدت‌ها تلاش می‌کنیم، گرفتار شدن در این تفکر که اوضاع خیلی وقت بدون تغییر باقی مونده، که همیشه در حال تقلا با مشکلات مالیم، که هرگز اتفاق خوبی رخ نمیده، که زندگی مشترک من هرگز بهبود پیدا نمی‌کنه، که ما با هم خوب نیستیم، خیلی ساده است. اغلب اینا رو دائمی تصور می‌کنیم. مردم به من میگن من همیشه منفی گرا بودم، این تو خونمه. اونا خودشونو متقاعد کردن که هرگز تغییر نمی‌کنن. اولین جایی که نبرد رو از دست میدیم و شکست میخوریم در درون تفکرات خودمونه. اگه فکر میکنید این مسئله دائمیه، پس دائمی میشه. اگه فکر میکنید دیگه توان ندارید، توانتون تموم میشه. اگه فکر کنید هرگز بهبود پیدا نمیکنید، هیچ وقت خوب نمیشید. شما باید تفکر خودتون رو عوض کنید. باید هر اونچه که شما رو عقب نگه داشته، هر محدودیتی، اعتیادی، هر بیماری رو موقتی تصور کنید. اینا نیومدن که بمونن، همه اینا میگذرن. اون لحظه‌ای که این واقعیت رو به عنوان یه اصل بپذیرید، اون لحظه‌ای که تصمیم بگیرید این سهم من از زندگیه، اونجاست که ریشه میدوونه و به واقعیت تبدیل میشه. یه دژ محکم در ذهن شما ساخته میشه که نمیذاره به سرنوشت خودتون دست پیدا کنید. اگه فقط میتونستید از این محدوده ذهنی خارج بشید، متوجه میشدید که همه چیز شروع به بهبودی میکنه. ممکنه 20 سال توی یه زمینه خاص تلاش کرده باشید. گزارش پزشکی میگه یاد بگیر با این مشکل به زندگی خودت ادامه بدی. اما یه گزارش دیگه هم وجود داره. خداوند سلامتی رو به تو برمیگردونه. روزگار تو هنوز سپری نشده. رفتار شما باید اینطوری باشه. این بیماری نمیتونه توی بدن من باقی بمونه. این بیماری در یک منطقه غریبه وارد شده. من جایگاه روح خداوند متعالم. شاید فکر کنید که در وضعیت کاریتون گرفتار شدید. مدت هاست اتفاق خوبی نیفتاده. سطح سواد شما تا همین حده. خیلی ساده ممکنه گرفتار این تفکرات بشید که دیگه بیشتر از این نمیتونم پیشرفت کنم. این نهایت اتفاقات خوب توی زندگی منه. همیشه باید اعلام کنید من در این وضعیت باقی نمیمونم. بزرگترین پیروزی های من هنوز در راهن. شما باید ایمان خودتون رو تحریک کنید. خداوند محدود به تحصیلات شما، به ملیت شما یا پیش زمینه‌های شما نیست، اما خداوند در تفکرات شما محدود میشه. من از شما میخوام در مقابل دروغ‌های عدم تغییر بایستید. دروغ‌هایی که میگن هیچ وقت وزنت کم نمیشه، هیچ وقت نمیتونی این اعتیاد رو ترک کنی، هرگز صاحب خونه خودت نمیشی. وقتی این تفکرات میان، خودتون از اونا خلاص کنید. به اونها فرصت رشد ندید. اینها دائمی نیستند. همه موقتی هستند. اینها نیومدن که بمونن. همه اینها میگذرن. سال 7. در داستانها اومده که خداوند قانونی در اختیار مردم گذاشت که میگفت هر 7 سال یک بار باید برده های خودشونو آزاد کنن. در اون روزگار اگه بدهکار بودید و نمیتونستید بدهیتون رو بدید، صاحب مال میتونست شما رو به بردگی بگیره و تا زمانی که بدهی خودتون رو بدید باید تمام وقت براش کار میکردید. اما هر 7 سال یه بار آزاد میشدید. بی توجه به اینکه چقدر بدهی داشتید، بی توجه به اینکه چقدر از بدهیتون باقی مونده، در سال 7 آزاد میشدید. تمام اون رنجها، تقلاها و دردها در یه روز از بین میرفت. این به ما میگه که خداوند هرگز قصد نداشته که مردم برده‌های دائم باشد. شاید امروز قرض داشته باشید، اما خداوند نمیخواسته که این قرضها دائمی باشن. شاید با یه بیماری روبرو باشید، اما موقتیه. شاید گرفتار نوعی اعتیاد باشید، اما این اعتیاد برای همیشه شما رو به بندگی نمیکشه. به اعتقاد من شما بالاخره وارد سال 7 خودتون میشید. سال 7 زمانیه که از همه اون محدودیت هایی که شما رو عقب نگه داشتن خلاص میشید. از بیماری، اعتیاد، بدهی، تقلای دائم. هرچند به نظر میرسید که هرگز این چیزها تغییر نمیکنن. دائمی به نظر می رسیدن، اما ناگهان ذره‌ای از مرحمت خداوند وارد شد و همه چیز تغییر پیدا کرد. ناگهان اتفاقای خوبی افتاد. ناگهان سلامتیتون بهبود پیدا کرد. ناگهان با فرد مناسبی روبرو شدید. ناگهان رؤیاتون به واقعیت تبدیل شد. چه اتفاقی افتاد؟ شما وارد سال 7 خودتون شدید.
اینقدر به خودتون نگید این بیماری دائمیه، من همیشه درگیر مشکلات مالیم، من هرگز از این اعتیاد رها نمیشم. شما مخلوق خداوند قادر مطلقید. درست مثل خداوند که به بنده های حقیقی خودش وعده داده انسانهای آزادی خواهند بود، حالا باید با خداوند تفاهم کنید و تایید کنید که بله، من وارد سال 7 خودم میشم. حالا وقت اونه که آزاد بشم. تمام زنجیرها رها میشن، تمام قلعه ها فرو میریزن. من میدونم که آزاد شدم تا پربرکت بشم. با آقایی صحبت میکردم که تازه به شهر اومده بود تا در مرکز پزشکی اندرسون که بزرگترین بیمارستان سرطان هیوستون و دارای شهرت جهانی مشاوره انجام بده. تمام 3 سال گذشته رو با تومور بزرگی توی شکمش گذرونده بود. شیمی درمانی و پرتو درمانی روش صورت گرفته بود، اما هیچ چیزی روی تومور اثر نداشت. پزشکا مدتها به مطالعه روی اون پرداخته بودن و تلاش میکردن بفهمن که در مرحله بعد چه کاری باید انجام بدن. حدود 6 ماه قبل برای اولین بار وارد یکی از سخنرانی‌های من شد. اون برای انجام آزمایش‌های بیشتر به بیمارستان برگشت. پزشکا خیلی تعجب کردن. به دلیلی که اصلاً واضح و مشخص نبود، تومور شروع به کوچکتر شدن کرده بود. در حدود نصف اندازش از بین رفته بود. اون مرد سالها بود که دیگه هیچ درمان خاصی نداشت. پزشکا که متوجه نمی‌شدن ازش پرسیدن جدیداً چه کار متفاوتی انجام دادی؟ اون مرد پاسخ داد تنها چیز متفاوتی که انجام دادم این بود که چند نفر برام دعا خوندن. پزشک به اون گفت به اونا بگو دعا خوندن رو برات ادامه بدن، چون با این روند و با این سرعت تا چند ماه دیگه چیزی از تومور باقی نمیمونه. چی شده بود؟ سال 7 اومده بود. دائمی به نظر میرسید. شیمی درمانی نتونست اونو متوقف کنه، پرتو درمانی نتونست از رشدش جلوگیری کنه، اما خدای ما میتونه کاری انجام بده که دارو نمیتونه. خداوند محدود به عالم طبیعت نیست. خداوند ماورای همه چیزه. اصلا مهم نیست چه مدت وضع به این شکل بوده یا تا چه حد غیر ممکن به نظر برسه. وقتی وارد سال 7 میشی، حتی تمام نیروهای تاریکی هم نمیتونن جلوی کاری که خداوند بخواد انجام بده رو بگیرن. باید آماده شوید. آیا چیزی در زندگی شما هست که به نظرتون دائمیه؟ فکر میکنید هرگز خوب نمیشی؟ هرگز اون کسب و کار رو شروع نمی کنید؟ هرگز اون مشکل حقوقی حل نمیشه؟ تا اونجایی که شما میدونید مشکلتون دائمیه. خدا میگه آماده باش، تو داری وارد سال 7 خودت میشی. سال 7 سال رهایی از بیماری، مرض و دردهای مزمنه، رهایی از افسردگی، نگرانی و اضطراب، رهایی از عادتهای بد، از اعتیاد. نه تنها رهایی از محدودیت‌ها، که رهایی به سوی پربرکت شدن. خداوند در صدد تا شما را رها کنه و وارد فرصت‌های جدید، اتفاقای خوب و سطوح جدیدی کنه. خداوند میخواد ایده ها، خلاقیت ها، فروش، قرارداد و کسب و کار رو رها کنه. سال 7 زمانیه که شما آزاد شدید و به فراوانی، به سرشار شدن رسیدید. این زمانیه که رؤیاها واقعیت پیدا میکنن. حالا امروز باید اینو وارد روح خودتون کنید. خیلی ساده ممکنه پیش خودتون فکر کنید هرگز این اتفاق برای من رخ نمیده. فکر نمی کنم چیزی تغییر کنه. باور نمی کنم که وارد سال 7 بشم. پس این اتفاقا برای شما نمیافتن، چون اینا فقط برای کساییه که باور و اعتقاد دارن. این برای افرادیه که میدونن همه چیز به نفع اونها تغییر کرده. این برای اونهاییه که میدونن تمام محدودیت‌ها موقتیه. برای افرادیه که میدونن وارد سال 7 خودشون میشن. در سال 2003 انجمن لیکوود برای تأسیسات ما در مرکز کمپاک سابق، همون جایی که تیم راکتس قبلا بسکتبال بازی میکرد، قراردادی 60 ساله رو با شهرداری هیوستون امضا کرد. ما همیشه میخواستیم که این تأسیسات به ما برسه، اما این قرارداد در زمان خودش بهترین اتفاق بود. 7 سال بعد در سال 2010 شهرداری کمبود درآمد مالیاتی پیدا کرد و تصمیم گرفت برخی از اموال خودشو بفروشه. اونا تماس گرفتن و پرسیدن آیا علاقه‌ای به خرید اون ساختمون داریم یا نه، و البته ما علاقه‌مند بودیم، اما به قیمت پیشنهادی اونا هم بستگی داشت. تأسیساتی تا اون حد تمیز و جدید
مثل تأسیسات ما در اون زمان 400 میلیون دلار قیمت داشت. شهرداری ارزیابی قیمتو به طور مستقل از طرف خودش اعلام کرده بود. اونا پیش ما برگشتن و گفتن ما این ساختمون رو به شما میفروشیم، نه به قیمت 400 میلیون دلار، نه به قیمت 200 میلیون دلار، نه به قیمت 50 میلیون دلار، بلکه به 7.5 میلیون دلار. حالا دیگه مستاجر نیستیم، ساختمون متعلق به خودمونه. جالب نیست؟ سال هفتم و قیمت 7.5 میلیون دلار. فقط خدا میتونه همچین کاری انجام بده. دوستان من، در آینده شما هم چند سال هفتم وجود داره. شاید پیش خودتون فکر کنید من هرگز توانایی خرید فلان چیزو نخواهم داشت، من هرگز خوب نمیشم، شیمی درمانی جواب نداده، من هرگز با فرد مناسب آشنا نمیشم. نه، شما باید خودتون رو آماده کنید. زمانی که به سال هفتم برسید، خداوند بیش از اون چه که درخواست داشتید یا تصور میکردید و در اختیارتون قرار میده. خداوند فراتر از انتظارات شما عمل میکنه. اون چه به شما پاداش خواهد رسید بزرگتر، بهتر و گرانبهاتر از اون چیزیه که فکرشو میکردید. شاید حالا دائمی به نظر برسه، اما زمانی که وارد سال هفتم شدید، خداوند شما را از مستاجری رها میکنه و مالک میشید. اون شما را از قرضها رها میکنه و به وفور و فراوانی وارد میکنه، از بیماری رها میکنه و به سلامتی وارد میکنه، از تقلای دائم به آرامش و راحتی وارد میشید و نظر دائم بر شما خواهد داشت. چرا هر روز صبح بلند نمیشید و با شجاعت نمیگید که خدایا میخوام از تو تشکر کنم که منو وارد سال هفتم میکنی، از تو تشکر میکنم که منو آزاد میکنی و به تکمیل سرنوشت خودم وارد میکنی، من آزاد هستم. وقتی ایمان داشته باشید همه چیز ممکن میشه. خداوند میتواند هر وضعیتی را تغییر دهد. نامه‌ای دریافت کردم از خانومی که در تصادف ماشین گردن شکسته بود. اون دائما در رنج بود و چندین عمل روش انجام گرفته بود. شوهرش چندین ماه توی خونه مونده بود تا از اون مراقبت کنه. این زن خیلی ناراحت بود که شوهرش از کار خودش خیلی عقب افتاده و سرانجام اونو متقاعد کرد که حالش به اندازه کافی خوب هست که اون بتونه تنها توی خونه بمونه. یه روز چنان دردی سخت و افسردگی عمیقی بهش دست میده که تصمیم میگیره خودکشی کنه. اون نمیتونسته بدون کمک راه بره، پس تصمیم میگیره که بخزه به گوشه اتاقی بره که در اونجا تفنگ‌های شوهرش قرار داشتن. شوهر اون علاقه‌مند به شکار بود و چندین اسلحه داشت، اما وقتی این زن از صندلی خودش بلند میشه تعادلش رو از دست میده و به زمین برخورد میکنه، به پشت روی زمین میفته و دیگه نمیتونه تکون بخوره. کنترل تلویزیون هم روی زمین میفته و باتریاش در میان. با زمین خوردن کنترل، قبل از اینکه باتریا بیرون بیفتن، کانال تلویزیون عوض میشه و برنامه من پخش میشه. اولین تفکری که به ذهن این زن میرسه اینه که عالی شد، من اینجا افتادم و دارم میمیرم، حالا مجبورم به این سخنرانی تلویزیونیم گوش بدم که میخواد زندگیمو متعالی کنه. فکر کنم اون روز در این رابطه صحبت میکردم که خداوند چطور میتونه هر وضعیتی رو تغییر بده، اینکه چطور میتونه تاریک ترین ساعت زندگی شما رو به روشن ترین وقت زندگیتون تبدیل کنه. این زن کم کم آرامشی و احساس میکنه که قبل از این هرگز احساس نکرده بود. اون گفت همونجا دراز کشیده بودم، نمیتونستم تکون بخورم، نمیتونستم چشمامو باز کنم، اما حس میکردم که اشکهای شوق از گونه هام جاری‌اند. شوهرش بعد از چند ساعت به خونه برمیگرده و میبینه که اون روی زمین به خواب عمیقی فرو رفته. میترسه و مضطرب همسرشو بیدار میکنه و میگه عزیزم حالت خوبه؟ به نظر میرسه حادثه‌ای برات رخ داده. اون زن لبخندی میزنه و میگه حادثه‌ای رخ نداده. اون روز نقطه تغییر کامل زندگی اون زن بود. امید شروع کرد به وارد شدن در قلبش. رؤیایی دوباره زنده شد. امروز اون نه تنها از درد آزاده، بلکه میتونه راه بره. اون سالم، کامل و قوی تر از هر زمان دیگه ایه. زمانی که غیر ممکن به نظر می رسید، زمانی که همه چیز بر علیهش بود، زمانی که به نظر می رسید هیچی تغییر پیدا نمی کنه، خالق جهان که شما رو در کف دست خودش داره گفت یه لحظه صبر کن، اون بنده منه، من اونو خلق کردم، اونو میشناسم، اون هرگز برده دائمی هیچ چیز نخواهد بود، اون
وارد سال 7 خودش شده. شاید شما هم مثل این زن با اون بیماری، اون درد مزمن مدت‌های طولانی زندگی کرده باشید. شاید مدت زمان زیادیه که به این افسردگی گرفتارید و اون ابر سیاه همه جا شما رو تعقیب میکنه. مدت زمان زیادیه که گرفتار اعتیاد بودید. خداوند میگه این زمان توست. امروز لحظه تو فرا رسیده. خود را برای رهایی آماده کن. خود را برای موفقیت و پیشرفت آماده کن. خود را برای درمان آماده کن. برای فراوانی. خود را برای سال 7 آماده کن. چطور خودتون آماده میکنید؟ شروع کنید به صحبت کردن به شکلی که انگار همه اینها قرار رخ بدن. شروع کنید به فکر کردن به نحوی که انگار همه اینها قرار رخ بدن. بسیار خوب جول، آرتروز من خیلی اذیتم میکنه. دیابت وجودم و تحلیل برده. مشکلات مالی من جدا دست و بالمو بسته. مالکیت اینا رو به عهده نگیرید. این دیابت شما نیست، به شما تعلق نداره. این آرتروز شما نیست، این جزئی از شخصیت شما نیست. شاید به شکلی موقتی به وجود اومده باشه، اما اونجا موندگار نیست. به اون آدرس دائم ندید. اجازه ندید وارد ذهنتون بشه و اونجا ساکن بشه. باید یکی از اون تابلوها رو روی ذهنتون آویزون کنید که نوشته جای خالی نداریم. این رنج‌های سبک و آسون تنها برای لحظه‌ای هستند. در ذهنتون شاید بزرگ باشن، اما در نظر ایمان شما باید سبک و موقتی به نظر برسن. این همون کاریه که حضرت موسی علیه السلام انجام داد. پیروان موسی علیه السلام سالیان دراز در اسارت و بندگی بودن. دائمی به نظر میرسید، انگار که هیچ چیزی نمیخواست تغییر کنه. حضرت موسی علیه السلام پسری داشت به نام گرشوم. به معنی اسامی اون روزگار بیش از امروز اهمیت داده میشد. گرشوم به این معنیه که من موجودی بیگانه در یک سرزمین عجیب هستم. زمانی که حضرت موسی علیه السلام نام این پسر رو انتخاب کرد، در واقع ایمان خودش رو اعلام میکرد. اون گفت ما در اسارت هستیم، اما اسارت روش زندگی ما نیست. این آدرس دائمی ما نیست. ما در این سرزمین غریبه و بیگانه‌ایم. هر زمانی که اون میگفت صبح بخیر، گرشوم در واقع داشت به خودش یادآوری میکرد این کمبود، این مشکل، این اسارت، این وضعیت دائمی نیست. وقتی در روزگار سختی هستیم و به نظر میرسه هرگز راه نجاتی نیست، به خودتون بگید من برای مدت طولانی اینجا نخواهم بود. اینجا بیگانه‌ام. اینجا مسکنگاه من نیست. میتونید بگید من ساکن افسردگی نیستم، ساکن کمبود نیستم، ساکن سرطان نیستم. این بیماری برای غلبه بر من نیست. برای من غریبه است. این وضعیت همیشگی من نیست. شاید من حالا اینجا باشم، اما این اون کسی نیست که من واقعا هستم. من مورد رحمت خداوندم، سلامتم، قویم و پیروزم. هر چیزی که برعکس این بود و باید بیگانه و موقتی در نظر بگیرید. این آدرس دائمی شما نیست. وقتی اعتقاد داشته باشید، آن را دریافت خواهید کرد. وقتی از پیروزی توی زندگیتون حرف میزنید، همین موقع است که خالق جهان خودشو آشکار میکنه و کارهای شگفت‌انگیزی انجام میده. ایمان شما میتونه سال 7 رو براتون به ارمغان بیاره. حالا میتونید به شرایط و اوضاع توجه کنید. گزارش مالی رو بخونید، ببینید چه احساسی دارید و فکر کنید فرقی نکرده. هیچ تغییری نمیبینم. هر وقت اوضاعم بهتر شد، اون وقت به پرستش خدا میپردازم. پرستش خدا توسط شما اون چیزیه که مرحمت خداوند رو فعال میکنه. باید جسارت داشته باشید و بگید خدایا نمیفهمم چطور ممکنه خوب بشم. گزارش پزشکی خوب به نظر نمیرسه. نمیدونم چطور ممکنه با شخص درست آشنا بشم. نمیدونم استطاعت خرید خونه‌ای برای خودم رو پیدا میکنم یا نه. اما خداوندا ایمان دارم که تو همین حالا هم راهی برام در نظر گرفتی. ایمان دارم وارد فصل جدیدی از لطف و مرحمت تو میشم. ایمان دارم که وارد سال 7 خودم میشم که تمام محدودیت‌ها برداشته میشن. برای همین ای خداوند میخوام به خاطر خوبی‌هایی که تو در زندگیم قرار دادی سپاسگزارت باشم. وقتی به گونه‌ای صحبت میکنید مثل اینکه واقعا اتفاق میفته و به گونه‌ای پرستش میکنید مثل اینکه واقعا رخ میده، اون موقع است که خداوند به فرشته‌هاش میگه برگردید و برید و به اونها بگید که وارد سال 7 خودشون میشن. من همون چیزیو که اونها میخوان انجام میدم. من اون چیزی که دائمی به نظر میرسید و تغییر میدم.
اما خیلی اوقات به جای اینکه پرستش خودمون از خداوند رو به نزد اون بفرستیم، مشکلاتمون رو براش میفرستیم. خدایا من 27 سال معتادم، فکر نکنم هیچ وقت بتونم از دام این اعتیاد رهایی پیدا کنم. خدایا این بچه‌ها روی اعصابمن، لطفاً یه کاری کن دیوونه نشم. من 2 شغل دارم و هنوزم پول کافی ندارم. خدایا نمیفهمم چرا زندگیم اینطوریه. خیلی راحت ممکنه دعا رو به جلسه دادگاه و شکایت تبدیل کنید، اما به یاد داشته باشید خداوند همین حال و هم نیازهای شما رو میشناسه. لازم نیست از همه مشکلاتتون برای خدا حرف بزنید، از اینکه چه چیزهایی رو دوست ندارید و چه مدت طولانیه که وضع به همین شکل بوده. بهتره پرستش و ستایش خودتون از خداوند رو به نزدش بفرستید تا مشکلاتی که دارید. شاید وضعیت مالی شما خوب به نظر نرسه، اما این وضعیت رو تغییر میدید. خدایا میخوام از تو تشکر کنم که تمام احتیاجات منو برآورده میکنی. خدای من از تو تشکر میکنم که برطرف کننده نیازهای من هستی. شاید حالتون خوب نباشه، اما به جای گله و شکایت بگید خدایا از تو تشکر میکنم که هر روز سالمتر، قویتر و بهتر میشم. پسر یا دخترتون در مسیر درست قرار ندارن؟ خدایا از تو تشکر میکنم که فرزندانم رو به سرنوشت خوب خودت هدایت میکنی. ستایش خداونده که توجه اونو جلب میکنه، نه گله و شکایت. سال مرحمت خداوند. اگه دائم به خدا بگید چی شنیدید، ممکنه صدای برکات خداوند به گوشتون نرسه. ناامید میشید. شک و تردید ذهنتون رو پر میکنه. خدایا گزارش مالی میگه که من هرگز توی زندگیم به پیش نمیرم. خدایا فرزندانم در گروه ناجورین. کلید چاره اینه: به خدا نگید چی شنیدید. خدا میگه شما خودتون جلودار و سرافراز باشید، نه سرافکنده. حالا تمام دلایلی که نمیتونید این گوشه باشید و برای خدا ردیف نکنید. خدا میگه تو زندگی میکنی و نخواهی مرد. ولی خدا گزارش پزشکی چیز دیگه ای میگه. نه، انقدر به خدا نگید که دیگران چی میگن و چی شنیدید. این کار برای خدا فایده ای نداره. چاره کار خیلی ساده است. مشکلات خودتون رو پیش خدا نبرید، ستایش و پرستش خدا رو پیش او ببرید. خدایا میخوام از تو تشکر کنم که با زندگی طولانی مرا خرسند خواهی کرد و حتی با وجود این که وضعیتم دائمی به نظر میرسد، ای خداوند میخوام از تو تشکر کنم که وارد سال 7 خواهم شد. سال رهایی، سال درمان، سال موفقیت‌های بزرگ، سال فراوانی. اگه ما این کارو میکردیم چی میشد؟ اعلام میکنم که امروز از قرض رها میشویم، از تقلا و عقب ماندن دائمی خلاص میشویم. اعلام میکنم که وارد فراوانی، سرشاری و وفور نعمت خواهیم شد. اعلام میکنم که ما وام دهنده خواهیم بود، نه وام گیرنده. ما خواهیم توانست تمام کارهای خوب را انجام دهیم. اعلام میکنم که ما کامیاب، پربرکت و سخاوتمند هستیم. به خانواده هامون خواهیم گفت. من اعلام میکنم که فرزندان ما با گروه های ناجور و ناسالم نشست و برخاست نخواهند داشت. تصمیمات ضعیف و نادرست برای زندگی خود نمیگیرند و به دردسر نخواهند افتاد. من اعلام میکنم که من و خانواده ام به خداوند خدمت خواهیم کرد. من اعلام میکنم که بذرهای خوبی در زمین این خانواده با قدرت گسترش می‌یابند. یا شاید اینطوری بگیم: من اعلام میکنم ما هرگز زندگی منفی، پر استرس، پر از نگرانی و اضطراب و فشار روحی نخواهیم داشت. من اعلام میکنم شادی، رضایت، اعتماد به نفس، امنیت در زندگی ما وجود داشته و زندگی پر از شور و شعف و عشق خواهیم داشت. باید همه اینها رو با ایمان اعلام کنید. شاید هیچ کدوم اینها در اون لحظه‌ای که اونها رو میگید واقعیت نداشته باشن. ایمان همینه. خیلی اوقات مسائل اشتباهی رو اعلام میکنیم. خیلی وقت مجردم، هیچ وقت با شخص خوب و درست روبرو نمیشم. قیمتا خیلی بالاست، اصلا نمیدونم چطوری ممکنه موفق بشم. این اعلام شکست و زندگی در حد متوسطه. باید اون چه از دهانتان خارج میشه رو تغییر بدید. باید اعلام کنید که از هر اون چه که شما رو عقب نگه داشته آزاد خواهید شد. آزادی از تنهایی، افسردگی، اعتیاد، آزادی از تقلای دائم. شجاعت داشته باشید تا این کار رو انجام بدید و با جسارت اعلام کنید: من آزاد هستم، سلامت هستم، مورد رحمت خداوند هستم، پیروز هستم. لطف خداوند شامل حالم می شود. پیروزی های بزرگ، درمان و ترفیع شغلی در راهند.
شاید توی یه زمینه خاص مدت‌ها خیلی تقلا کرده باشید، اما بذارید اینو به شما بگم، این تقلا دائمی نخواهد بود. شما وارد سال 7 خودتون میشید. این یه روز جدیده. جریان مبارزه به نفع شما تغییر کرده. تمام زنجیرها پاره شدن، تمام قلعه ها فرو ریختن، تمام محدودیت ها برداشته شدن. شما آزادید و وارد مرحله جدیدی میشید. من ایمان دارم و اعلام میکنم که خداوند شما رو آزاد کرده و به شما فراوانی میبخشه. اون شما رو به فرصتها، به مرحمت، به سلامت، به موفقیتهای بزرگ وارد میکنه. اون شما رو به سوی تکمیل سرنوشت خوب خودتون به پیش خواهد برد.